در اکثر کل کشورهای عالم ستادهای دولتی مبارزه با کووید 19 و پزشکان ساعت به ساعت درباره وضع سرایت کرونا ویروس و بیماری کووید 19 حسابات می‌دهند. اما در تاجیکستان مقامات رسمی اساساً خاموشی را اختیار نمودند. در چنین شرایط رسانه‌ها مجبورند بیشتر با تکیه به منبع‌های غیر رسمی و معتمد خود در بیمارخانه و منطقه‌های کشور بنویسند. به اندیشه نوریدین قرشیبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، سری وقت دریافت کردن اطلاع ضروری و پاسخ به سوال‌های خود از وزارت تندرستی مشکل است. با پیشنهاد جامعه ژورنالیستی برای تشکیل نشست‌های خبری در این باره منصبداران پاسخی رد دادند. این غیر قابل قبول است. این بی‌مسئولیتی افرادی است که در وزارت تندرستی در بخش اطلاع کار می‌کنند. من فکر میکنم در شرایط فعلی پنهان کردن معلومات جنایت است. ما حتی به همکارانمون در وزارت تندرستی پیشنهاد کردیم تجربه نشست‌های خبری هر روزه را راه اندازی کنند تا هر روز به خبرنگاران معلومات نو داده شود. در همین حال مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان به خبرنگاران هشدار داده است که برای پهن کردن معلومات ناسنجیده و بر دروغ درباره پیدایش و خروج کرونا ویروس آنها را به اختیار مقامات حفظ حقوق می‌سپارد. برخی از تحلیلگران در نشر و پهن شدن خبرهای ضد و نقیض و یا تصدیق نشده در رسانه‌ها خود مقامات را گناهکار می‌دانند. اختلاف بین خبرنگاران و وزارت تندرستی به این معنی است که جامعه به اطلاع بیشتر نیاز دارد، نه ژورنالیستان. حتی حال اگر آزادی و رسانه‌های دیگر نشر خبرها در این موضوع را قطع کنند وضع بدتر خواهد شد، زیرا جای آن را سر و صداهای دیگر میگیرد که به منفعت حکومت نیست. هانس کلوگه، رهبر اداره اروپایی سازمان جهانی تندرستی، گفت از افزایش مرگ آدمان از التهاب شش در تاجیکستان نگران است. این نکته را کلوگه در صحبت ویدیویی با آنا پاپاوا، رهبر روسپاتربنادزور اداره بهداشتی روسیه بیان کرده است. رسانه‌های روسیه از جمله تلویزیون رین تیوی میگوید کارشناسان روسپاتربنادزور با درخواست سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان خواهند رفت. این تلویزیون از قبل خانم پاپاوا اقتباس کرده است که گفته است آنها نیز از وضع اپیدمیولوژی در تاجیکستان و ترکمنستان نگران هستند. تاجیکستان تا به حال بعد تست های تقدیم کرده روسیه، چین و آلمان بیماری کووید 19 را در شهروندانش تشخیص می‌کند.